من از بیگانگان هرگز منالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد، آن رفیق کرد، آن دوست کرد، آن برادر کرد. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز. امیدوارم که خوب و بردم باشید. خیلی که نوا را تماشا کرده آمده ایستادید. سخن در باره برادر عزیزمان کالر تاجیک حاجی کامران رفته ایستاده است. این روزی که در سر هر یک فردی تاجیک آمدنش ممکن. بابای خدا رحمتی هم در نمازشون فقط میگفتن و منم میگفتن که بچم فقط دعا کن که خداوند از تهمت ناگهانی نگهدار باشد. این تهمت ناگهانی امروز بالای سری برادر عزیزمان کالر تاجیک یعنی حاجی کامران آمده است که ما باید همه کسا از یک گریبان سر برآورده برادر در این روزی سختی دستگیری کنیم، توف کنیم بالای سری خودمون. خواهر تاجیک تو شرم نداشتی و مقدار چند سمپل ناچیز راضی شدی که برادر خود را فروشی؟ مگر این کاری آدم است؟ مگر این به ما و شما میزیبد؟ باور کنید شرم میدارم گویم که خواهر تاجیک خودمون برادر تاجیک خودمون یعنی یک آدمی که با خدمتش به مردم میرسد. ما بلاگران با دیگر نمیدونیم ایتک نامی ما بعد از بلاگران حرامخور، بلاگران دستگیری نمیکنن. بلاگران اناکنون میترسن که با کی کار کرده ایستادن. میترسید پگاه با کی باور کنید. ایتک همه روز در سایت های اجتماعی مشینیکو فقط کی تاجیک و استغفرالله باز کنید. برادر از نام ملت پس کرده ایستادید. باور کنید خب فقط خود ما باشیم در همین روسیه، فقط پرابلم های خودمون با استغفرالله با تاجیک خودمون خواهر خودمون برآمده این کارا کرده است. برادر عزیز خیلی که نواری بابای لنگری بابا جان 88 تماشا کردید. همین ویدیو مقصد در آخرش برادری همه حاجی کامران زبیربانگش همه دنیای همونو میشد. چند قدره میتونید در این روزی مشکلی حاجی کامران بیاید همه کسی یک جای شده یاردم کنیم که مشکلی و برادر خدا آسان کند و خداوند تستر به آزادی برایت و دشمناش خداوند ناامید کند. خداوند ملت تاجیک سرجم کند. خداوند تاجیکستان سرزمینی تاجیک های همیشه آباد و زیبا باشد. دعاگوی وطن مادر باشد. دعا کنیم که همیشه سرجمی باشد و تینجی آرامی در وطن ما باشد. آخی در امان الله باشید.